دیگه دیاگ نزن. دیگه واسه خاموش کردن چراغ چک ماشینت اول از همه نرو دیاگ بزن، چون لازم نیست، میتونی این کارو خیلی ساده خودت انجام بدی. خیلی وقتا هستش که چراغ چک ماشین فقط و فقط به دلیل یه خطای برقی روشن میشه و دلیل خاص و خرابی خاصی تو ماشین نداره. حالا اینو از کجا میتونید متوجه بشید؟ بیا بهت بگم. واسه این کار کافیه سر باتری منفی ماشین رو بکشید، تقریبا 1 دقیقه بذارید که برق به طور کامل از ماشین خارج بشه، بعد دوباره سر باتری رو بذارید. وقتی که این کار رو میکنید کامپیوتر یه دور ریست میشه. استارت ماشین رو که بزنید، سویچ رو بچرخونید، اگر که ارور و خطایی که بوده واقعی نبوده باشه و فقط و صرفا یه خطای برقی بوده باشه، دیگه شما چراغ چک رو نمیبینید. اگر که اون ارور و اون خطا واقعی بوده باشه و واقعا یه جایی از ماشینتون مشکل داشته باشه، بعد از چند دقیقه و بعد از 1-2 بار خاموش روشن کردن ماشین دوباره چراغ چک روشن میشه. اون موقع است که باید برید دیاگ بزنید، خطا رو پیدا کنید و اون قسمت از ماشینتون رو تعمیر کنید.